همین هر پیغمبری که صاحب شریعت است او را رسول میگن. البته رسول نبی بخواتر میشود. همه رسول نبی هستند اما همه نبی ها رسول شده نمیتونند. در شمورشون هم خیلی فرق میکنند. در حدیثی که ابن کثیر در تفسیرش آورده است، حدیث ابوذر که در فضایل اعمال گفتش میشه. حضرت ابوذر غفاری رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله کامل انبیا پیغمبرو چی مقدارند؟ حضرت گفت 124,000 124,000 پیغمبر است. با سوالش کرد کمی رسول منهم، از همین میان چند تاش رسولند؟ حضرت گفت 313 او 12 او 15 او 17، یعنی 313 نفر تا 319 نفر. ببینید 124,000 پیغمبر ای میان شو انمی 300 چنده نفرش رسولند، باقی مانداش همین نبی هست. در میان همین 313 رسول از همه بزرگترینش 5 تا اینا را پیامبرای اولوالعزم میگن. خداوند میگه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از این 5 نفر ما میثاق غلیظ گرفتگیم، یعنی شرطنامه ای که با او بستگیم بینهایت قوی و سخته ای دیگر شرطنامه فرق میکنه. یعنی که اهمیت دعوت اینو از دعوت دیگرو فرق میکنه. میسیشو خیلی مقصد شدیدتر و وسیعتره. این 5 پیغمبر، همین 5 تا پیغمبر اولوالعزم که از همه پیغمبرها بزرگترند، به همون ترتیبی که خداوند در قرآن آورده است به همون ترتیب میگه. و اخذنا منک میگه های محمد صلی الله علیه و سلم انمو میثاق غلیظ اول است گرفته، انمو عهد پیمانش سخته. و من نوح دویم نوح علیه السلام و ابراهیم سیمش ابراهیم علیه السلام و موسی چهارمش موسی علیه السلام و عیسی ابن مریم پنجمش عیسی پسر مریم. همین 5 پیغمبر بزرگترین پیغمبرها هستند. در بینشو موافق همین ترتیب از همه بزرگتر محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید در جای دیم نوح علیه السلام میسته، جای سوم ده حضرت ابراهیم خلیل، جای چهارم ده حضرت موسی و نهایت جای پنجم حضرت عیسی علیه السلام. یعنی نوح از یکی از بزرگترین پیغمبرها. حتی در حدیثو میبینیم مردم میگه در روز قیامت نزدش بیاین که یا نوح پیش پروردگار طلب شفاعت، اولین رسول هستی در روی زمین. اگر چنده که اولین پیغمبر همه میدونن که آدم علیه السلام است، اما اول پیغمبری که بر ضد مشرکا خدای تعالی مبعوثش کرده است نوح علیه السلام است. او زمان آدم علیه السلام بود همه مؤمن بودن، اما زمان نوح ده که کافر و اکثریت تشکیل میکردن. خب نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنوخ و هو ادریس علیه السلام. حضرت نوح نام پدرش لامک است، نام باباش متوشلخ، نام بابا کلانش ادریس علیه السلام. همین ادریس اصلا نامش خنوخ است. از بس که اول شخصی هست که نوشته است، خواندن و نوشتن تانگر، مقصد که تخلصش ادریس شد، نامش خنوخ است. یعنی که ابیره حضرت ادریس علیه السلام است. خب در مسئله که کی زندگی کرد، کی فعالیت کرد، اما امام طبری در تاریخ معروفش آورده است، میگه 126 سال بعد وفات آدم علیه السلام تولد شده است حضرت ابن کثیر آورده است. به یک روایت میگه این چیزی که اهل کتاب قبول دارن 146 سال بعد وفات آدم علیه السلام. اما قولی صحیح درست چیزی هست که از پیغمبر از صحابی روایت کردن، این نصی صریح است. ابن حبان روایت میکنه در صحیحش از ابی امامه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه مردی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله هل کان آدم نبیًا؟ ای حبیبی خدا گفت همین آدم علیه السلام پیغمبر بود؟ حضرت گفت نعم بله. و گفت فکم کان بینه و بین نوح،
فاصله بین آدم علیه السلام تا زمان نوح علیه السلام چی مقدار بود؟ حضرت گفت 10 قرون، 10 عصر، 10 قرن. همین قرن در زبان عربی اگه معنی های زیاد داره، نگه هم معنی هایی که در حساب سال و ماه اگر بگیرید یکیش بسیار متوسط معمول است بین خدمت. میگن یک عصر 100 ساله یا یک قرن، ولی میگن قرن 21 شدیدن به حساب میلادی. اگر به شرطی که به همین 100 سالگی بریم هر قرنش بگیم 100 ساله، فاصله بین آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام از 100 سال 1000 سال میشه. لیکن همچنین قرن در زبان عربی به معنای جیل میآید، به معنای پکلینی. اگر با پکلینی بگیریم 10 پکلینی با عیز زیادتر میشه. برای در زمان نوح علیه السلام مردم عمری دراز میدیدن. رنگ ما وری 40-50 نبود عمری او، بین 60-70 نبود. این بچه 1000 سال عمر میدیدن. اگر همین 10 پکلینی بگیریم خیلی از زیادتر میشه. به هر وجه صورت الله اعلم همین 1000 سال بدست کم نیست. خب نوح علیه السلام مدتی به قول ابن کثیر 40 سال در بین این مردم زندگی کرد. در 40 سالگیش خدای تعالی با پیامبری مبعوثش کرده است. همه روایتی که ابن کثیر قبول داره میگه در 40 سالگیش حضرت نوح با پیامبری مبعوث شد. نگه اینا تاریخی تبری دوا دیده. امام تبری یک روایت قطعی میگه در 350 سالگیش با پیغمبری مبعوث شد. یک روایت دیگه میگه در 480 سالگیش. اگه از بس که اکثر پیغمبرها در همین 40 سالگی مبعوث شدگیان، اکثریت همین گمان میکنم که همین 40 که ابن کثیر پیشنهاد کرده است درست‌تر خوبتره. مدتی 950 سال قومش دعوت کرده است. 950 سال این یگان اختلاف نداره، زیرا آیه قرآن است. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. خداوند میگه ما نوح علیه السلام میگه رسول قومش مبعوث کردیم به پیامبر در بینش 1000 سال مگر 50 سال کم. ای 1050 را که کم کنید 150 950 سال حضرت دعوت شو کرده است. دعوتی بدین کرد، دعوتی به موحدی کرد. گفتیم که وقتی نوح علیه السلام مبعوث به پیغمبری شد علاقه اکثریت مردم کافر بودند. حتی در عائله خود نوح علیه السلام هم بدن نبی کافر رو. حضرت همین یک قرآن یک سوره داره با نام نوح، سوره نوح. همین دعواهاش و التجا و التماساش به سوی قومش میخونی جگرت میریزه. میگه خدای بزرگ که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلنا نوحا الى قومه. ما نوح به سوی قومش فرستادیم که از غضب خدا آگاه شو کن، از مقصد عذابی که منتظر شو هست آگاه شو کن. قال یا قوم اینی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون. ای قوم گفت من بیم دهنده آشکارم برای شما، خدا را عبادت کنه، مست نشوه. این مستی آخرش پستی ای، آخرش شرمندگی و رسوایی ای. اطاعت کنه مرا، من پیغمبر خدا هستم. یغفر لکم من ذنوبکم. شما سر تا پا در گناه آلوده، اگر به شرطی که اطاعت کنه خدا را، توبه کنه، خدای بزرگ همون گناهای شما را میبخشه. و یؤخرکم الی اجل مسمى. و همون تقدیری را که براتون تعیین کرده است عذاب خودش تأخیر میگذاره تا همون وقت شما را مهلت میده. این اجل الله اذا جاء لا یؤخر. اما قوم گوشش نکردن، مسخرش کردن، مذاقش کردن. حتی خانواده خودش بعضیاش مذاق و مسخرش میکردن، دیوانش میگفتن. آخر به سطوح اومد حضرت، دید که هیچ اصلاح نمیشوند. بعد پیش پروردگار دعا کرد. قال ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا. پروردگارا من همین قوم شبانه روزی دعوت کردم، شب و روز، شبا خواب نمیکردم، استراحت نمیکردم، همیان را دعوت میکردم که هدایت بیابند، دعوتشون میکردم که نجات بیابند. ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعایی الا فرارا.
از دعوت من فقط میگریختن. ولی هم بعضی بغیرت ها هستن جای در امر معروف سر شوه او زود ببینی گریخت. همین کسی که وقتی سخن خدا و پیغمبر گفتن میشوه به عذر معرکه ترک میکنه و میگریزه و خدای تعالی او را حموری مستنفره گفته است که انهم حمر مستنفره، گویا همون خرای رمانده هستند، خرای وحشی رمانده. و این کلما دعوتهم لیستغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم و اصروا واستكبروا استکبارا. هر وقت دعوتشو میکردم خونه سوختان میگه چلیکاشون رو در گوشاشو میانداختن، گوشا رو محکم میکردن که صدای مرا نشنون. هر وقت میدیدنم روحاشون رو میخوردن. هر قدر که التجا و التباسشو میکردم همون قدر غرور و تکبر و مکر حیلهشو زیاد شد. همین که از نعمتهای پروردگار براشو بیان میکنه که ای خونه سوخته اوه ای مادر تولد شدی خاک نداشتی، همین نعمت الله برا داده است. الله هم بندگی کن اما تا چند میگه در همون کفرشو بیشتر اصرار می‌ورزد. حضرت همون نعمتهای خدا رو بیانشو میکنه که همین زمین در اختیار شما نگذاشته است. نعمت زن فرزند برا تو نداده است، خونه و در مگر از جانب الله نیسته. اما کسی را خدای تعالی هدایت نکنه هیچ فایدهش نمیکنه. اگر همه پیغمبرو که جمع شوند فایدهش نمیکنه. اخیر گیزله شد قال نوح ربی انهم عصونی و تبعوا من لم یزیده ماله و ولده الا خسارا. خدایا گفت این بدبختو با من عصیان کرده، عصیان گوش نمیکنن. اینا پیروی همون کثافت‌های کفر را میکنن که مالشو تو چند زیاد شده است، نعمتشو میتی فرزنداشو زیاد شده است، هم سرکشی دارن. و قالوا لا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر. دائم میگه قوم را نصیحت میکنن همون کافرها که دیگران را کافر میکنن که ها همون ود عبادت کنه. این ود یک مردی بوده است، یک وقت مردی صالح خوبی بوده است. وقتی میبره در سوگواریش مردم محتم میگیرن، میگه شیطان به صورت انسان از شمیاید چگریه داره، میگه یک شخصی بسیار بزرگ ای بای مرفت همون سوز و گداز همون ای قلب و نرفت است. گفت میخوایی که من هم تمثالی هم را کنم رنگ آدم زنده ولی بتوه یا هیکلچه شطوری کنم بیایی در پیشش گریسته بگیری یادش کنه. قبول کردم. یک تکر دوار وقتی که شمارش زیادتر شد علاقه در فرزندای او اومد گفت که بیایی به هر کدوم تایی درست کنی، کارخانه دارم بگیره در خونه تو عبادت کردم بگیره چند میخوایی. همین خیل یک انسانی که یک و یک زمان آدم بود او ایسته نعوذ بالله بد شده خدا شده. این کثافتون میگه همون را عبادت میکردم. بله مقصد که اینو دیگه اصلاح نمیشوند، پروردگار اینو قبول ندارن اصلاح شوی را. و قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. خداوند بزرگ گفت یا نوح مادام که اصلاح نمیشوند، مادام که به سطوح آمدی دعا که دعا تا اجابت میکنم. و گفت پروردگار تخمشو نگم کن، از همه کافران یگان دانش در روی زمین زنده نمان. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اینک این تذرهم یضل عبادک. اگر تو اینا را باقی بگذاری بنده های راه میکنن. ولا یلد الا فاجرا کفارا. ای همین کافرو با همین کافر بچه برومده است، ای مار بچه شده است. برای تخم شونن است که پروردگارا وقتی پیغمبر دعا میکنه در حق امت، دعای پیغمبر مثل بمبای اتمی است، همه را زیر زبر میکنه. سبحان الله خداوند دعای نوح علیه السلام اجابت کرد. همون مردم سرکش و همون مردم بدبخت همش اینا ببینید که فقط هم در یادی تاریخ موندیان، پاروی تاریخ شدن و همش غرق شدن مردم برفتن. این برای مولا یک آگاهی و هشدار است. خدای بزرگ میگه ها امتای محمد صلی الله علیه و سلم این همه قوم نوح پیش شما گذروندم، قوم هود پیش شما زندگی کردم. دیده که وقتی سرکشی کردن به چه حال مبتلا شدن. اگر به شرط اطاعت نکنه خدا را، اگر به شرط سرکشی کنه
انا حالی انا به سر شما را میویم. یکی زنبور می آمد ز خانه به غایت به قرار و شادمانه، مگر مور چنان دلشاد دیدش ز قید بندگی آزاد دیدش. بدو گفتا چرا شادی چنین تو؟ یک شیخ عطار میگه که یک زنبور شادی کرده و بز کرده و کیف صفا کرده اومده است. یا مورچک بیچاره خروک زمستانش جمع دوره کتگی او را دید و واهمه او را دید. ای بچه گفت چی کتگی دوری، چی واهمه دوری، چی خرسندی دوری؟ جوابش داد آن زنبور که مور چرا نبود ز شادی بر دلم سور. به هر جایی که خواهم می نشینم، ز هر چیزی که خواهم می نشینم. و موری ابله گفت برای شادی نکنم. تویژنی کرده استم هر کاری بخوام کرده میتونم، شرایط امکانیت دارم، هر کیفی که بخوام برام حیای میرم عبیده در مینا میکنم، اوژینشا میرم در صفا میکنم. با کام خیش میبینم جهان چرا اندوهگین باشم زمانه. اینقدر عروس پر قدای کشلاو زده است، برای چی غم بخورم؟ در همین دنیای دو روزه چی جای غم و اندوهای؟ بگفتین مثال تیری پرتاب روان شد تا یکی دکان قصاب. گفت میستم قطیت پت پت کرده، همجا در یک دکان قصاب بود است، اتکه کرد. مگر از گوشت آنجا نیمه بود، نیمه یک گوسپند همیتا آویزان بوده. در آن زنبور در زد نیش را زود. این میپرسه اخی رکتای اومد شیشتا اتکه کرد کندستای. هم میزد از قضا قصاب ساتر زیزخمی آن دو نیمه گشت زنبور. قصاب گوشت مایده کردسته. این ساتر هم تبرای مخصوصی قصابا های. میگه قدرت خدای تعالی همین تبر در همین عدل میانش اومد. زنبور دو حصه جدا شد. همین زنبور رو پشر اهمیت داده، کلش همه کنی چند مدت با زنده های. به جنبه هر دو طرفش. حالی جنبیده است. به خاک افتاد حالی تا خبر داشت، در آمد مور از یک نیمه برداشت. حالی خودش نفهمید از چی گپ شده است که مورچه رسید. سری عرقه کدم نمیشه. خروکی زمستانه میبره آخی. بخاری میکشیدش زار در راه، زبان برداشته میگفت آنگاه. هر آنکو آن کند کو را بود رای، نشیند بر مراد خود همه جای. کسی کو بر مراد خود کند زیست، چطور میرد ببین تا آخرت چیست. الان کسی که امتری کتگی میکنه، کسی خدا را دیگه نمیشناسه، کسی که نعمت پروردگار را میخره و کورنمکی میکنه، الان آخری کارش نمی رنگ کاری تای. حضرت گفت ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا تخمشون نمون. اینک این تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اگر ایو را باقی مانی با هم تری کافر بچه میزوین، با همین دنیا را پری کافر میکنن. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگارا خود ما رحمت و مغفرت کن، پدر و مادر ما رحمت و مغفرت کن، اهل خاندان ما مؤمنا را رحمت و مغفرت کن. کسایی که خانه من میآیند و مهمانی میآیند در دین من هستند، در آیین من هستند. ولا تزید الظالمین الا خسارا. اما این ظالما را کافرا را خدایا در همین بدبختی و نگونبختی گرفتار بگردان. حضرت وقتی که دعا کرد خداوند بزرگ بشارتش فرستاد که یا نه آماده شو. من نگاه کردم یک کشتی بساز. در تاریخ اومده است حضرت میگه در ابتدا چوب شنان، بعضیا میگن چوبی سوج، در بعضی روایت اومده است چوبی صنوبر. 100 سال نگاه کرد که درختو کلان شدن، درختای با حشمت شدن. بعدا درختها را اره کرده و یا روایت 100 سال و یا روایت 40 سال حضرت کشتی درست کرده است. می اومدن مذاقش میکردن، مسخره میکردن. تو چی کردستی؟ دیوانه ای تو چی؟ در بین بیابان تو کشتی کرده در برای ریکت حدثه میکنی؟ حتی همون یک آدم افسانوی اطراف دوغی بسیار میگن یا اوج ابن عنق بوده است خدروز. حتی می اومد که یا نه این قصیعه چیه تو در روش سواری؟ قصیعه توقچه
اکو کلون که بدست این طبقچه را برای چی درست کردی؟ بعدا وقتی که همه درست و آماده شد ندای پروردگار اومد که وقتی که اذا فار تنور، وقتی که تنور جوش زد در کشتی سوار شد، کسی به تو ایمان آورده است داخل کرد، از تمام جاندارا جفت بگی داخل کشتی کرد، نر و ماده بگی داخل کرد، هم حیوانایی که گوشت حلال ای، هم حیوانایی که گوشتشون حرام ای، هر کدومش میگه جفت بدرو. کشتی نوح علیه السلام بر روایت قتاده میگه 300 زیرا درازی داشته، 200 زیرا پهنی. در روایت حسن بصری میگه حضرت میگه 600 زیرا درازیش بده، 300 زیرا پهنیش. اگر زیرا 50 سانتی متر بگیریم، این 600ش 300 متر درازیش بده، 350 متر پهنیش. اما روایت بهتر و خوبتر که از ابن عباس صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنن، میگه 1200 زیرا به درازیش، 1200 در 600. ایتا دراز رو نبود اصلا کشتی ها یازی را کفچک میگن، دیده؟ نویف کفچک. مقصد که پهمیش هم کلون بود است را، از بس که نیستی تیر میشوه پهم هم بدست. درازیش میگه 1200 زیرا بود، پهمیش 600 زیرا، بلندیش 30 زیرا بدست، 30 زیراش 15 متر میشوه بلندیش. 3 طبقه بدست. در طبقه ای همه پویان حضرت حیوان را جو کرد، در طبقه دیوب آدمو را جو کرد. همراه نوح علیه السلام با روایت میگه فقط اهل خاندانش بود، خودش، 3 پسرش، 4 کلونش. هم یک پسر سرکشی کرد در کشتی سوار نشد، یوم کنعان، همون که زنش ایمان آورده بود سوار شده است. اما با قولی درستر، چیزی که در تاریخ بیشتر معروف است، 80 نفر بودن میگه، همون کسایی که ایمان آورده بودن. در طبقه سیمش پرنده ها بودن، یکمش حیوانا، دویمش انسانا، ای همه بالا پرنده ها بودن. در اومدن سوار شدن میگه در کشتی. قدرت پروردگار طوفان سر شد. این مردم شوخی میکنن، خیلی اندک آب بخیزه، آب خیزی که خود بوده میشه و تو هم تری میشه اون بلندی یک در جون خلاص بکنیم، بالای بام برویم که در تمام دنیا هم آب جوشیدن نزد. آسمان به ایست باریده ایسته، باران قطع نشد، آب بلند شده ایسته. حضرت علیه السلام 4 پسر داشت، سام، حام، یافیث و یوم. یوم در بیبلیا و در کتابای کنعان اومده گه، در بسیاری تاریخ هم کنعانش میگن. همین ما و شما با هم کنعان میشناسیمش. همین کنعان سوار نشد، همین مقصد که پدر این کار میکرد است. این بدبخت قصه قرآنی ای حضرت نوح پدر ای آخی دید که فرزند سوار نشد، ایسته بمکشه رشته در سرت بگی که غضب خدا ای بیا سوار شو، که این بدبخت میگه سرکشی کرد. حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کنه قصه غرق شدن کنعان آورده است، در مثنویش بسیار شیرین آورده است. میگه همچه کنعان کاشنا میکرد او، که نخواهم کشتی نوحی عدو. بیشتر در سرت بگی مثل همین کنعانی ابله نشه که آوازی خوب بوده است. من گفت احتیاج به کشتی تو ندارم. حضرت پسر شدید گفت های بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی محوی طوفان ای مهین. بچه جان بیا در کشتی. بابا پدر ای اساسا، همون پپایی که رسول میگن هم بابا ای. بچه بیا در کشتی بشین که غرق میشه. گفت نه من آشنا آموختم، من بجز ایت شمع افروختم. گفت من آوازی را یاد گرفتگیم، رنگ ایت جان نکندم کشتی نکردم، آوازی را یاد گرفتگیم، احتیاج ندارم به کشتی ایتا. های بیا که این موج طوفانی بلاست، دست پا و آشنا امروز لاست. یک خانه آباد بیا که این روزی آوازی نیست. این موج طوفانی بلای آوازی خطی خلاص نمیخری. گفت نه رفتم بران کوهی بلند، آسیم است آن که مرا از هرگزم. گفت یعنی آوازی کرده با بالای همون که میرم، اگه دروغ که آب اوجا را برسه.
های بیو که که هست این زمان جس حبیبی خیش رو ندهد اما ای خانه سوخته این که امروز رنگی که های اوخی از جانب پروردگار وعید اومده است همه را نصف میکنه غیر نوح علیه السلام و مؤمنایی که در کشتی هستند بیا کتنگی نکن بیا سوار شو گفت کی من پندیتا بشنودم که گمان کردی که میزیندودم کی گفت من با گپیتا عمل کرده بودم که امروز میکنم و تو در نظر من حال جمعیت دیوانه ای نعوذ بالله و همین ببینه که فرزند تحقیرش کرده است اما این فرزند اگر توده خاکستر است لخت دل پدر و مادر است دل میسوزه آخی بیچاره با التماسش کرد های بیا بابا که روزی ناز نیست مر خدا رو خیشی و انباز نیست بچه بیا که این پروردگار با کسی قرابت خیشی نداره لم یلید لم یولد است و از قدم نه پدر دارد نه فرزند نه ام اوی خدایی که گفته است لم یلید و لم یولد نه زاد کسی رو نه از کسی زایده شد اوه این با کسی قرابت نداره تو نگو که من بچه پیغمبرم خداوند نجاتو میده جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت نداره اینجا جای غرور و تکبر نیست همون شیطان به همون علمی که داشت به همون عباداتی که داشت غرور و تکبر وقتی پیشه کرد رانده شد رجیم شد اندرین گفتم بدن که موجی تیز بر سر کنعان زده شد ریز همین وقت میگه یه موجی کلون اومد اون بعضی موجش ای نه تجوره کلون ایوخی اومد همت محکمش کرد غرق شد میگه حضرت نگاه داره فرزندش در پیشش غرق شد میگه با التجا به خدا مراجعه کرد گفت یا رب وعده کردی بارها که بیابد قومت از طوفان رها دل نهادم بر امیدت من سلیم پس چرا بربود سیل از من گلیم پروردگار آخی گفت خودت وعده کردی که من اهل بیت تو را نجات میتم من امید داشتم او در پیش فرزندم غرق شد گفت او از اهل خیشانت نبود خود ندیدی تو سفید او که بود یا نوح اینه لیس من اهلک اینه عمل غیر صالح این نوح گفت این اهل بیت تو نیست این فرزند نوخلف ای شرط نیست که ای زینا شوه فرزند که نوخلف شوه همین فرزنده که پدر اطاعت نمیکنه ای فرمان پدر سرپیچی میکنه ای پدری صالح او بدبخت هم حکم فرزندی نوخلف داره مثل ای حرامزاده را بدتره حرامزاده گناه نداره بیچاره گناه پدر و مادره که حرامزاده تولد بشه اما این فرزندا این بدبختا حکمشون هم حرامزاده را پستر میشه خداوند گفت اهل بیت تو نیست ای حضرت همین قضیه کشید سرکش خم مصیبت فرزند سو از بینه خیلی حضرت خداوندی پیغمبر شد در همون حالت دید گفت یا نوح گر تو خواهی جمله رو زنده گردانم برارم از سرو بحر کنعان دلی تو نشکنم لیک از احوال آگه میکنم یا نوح گفت زیخ نشه گفت دعا که با همه کشتگی را ایسری نو زنده میکنم او در پیش قدرت پروردگار ای چیه من برای یک کنعانی بدبخت شده هیچ وقت را ناامید نمیکنم زیق نمیکنم نه که بفهم که حکم الله همیه این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم بنده های صالح و خوب البته به رحمت خدای تعالی نایل بشوند اما این بدبخت های سرکش عاقبت کارش همیه این حضرت پیغمبر خدای پیغمبرها بنده های برگزیده الله هم حضرت خداوندی از بین این میلیارد تریلیون ها پیغمبرها را انتخاب کرده است اینا همه برگزیده گفت نه راضی هم که تو مرا همکنی غرق اگر باید تو را پروردگار گفت چجای فرزند به خدا قسم اگر حاضی خدمم غرق کنی من راضی هم تیانشن در تیانشن اینا کوی تیانشن در بلندی 6-7 هزار متر از سطح بحر همه استخوان و مقصد سکلتی اکولا یفته اینجا اکولا نو اکول نگیره در بلای تیانشن یعنی مقصد که این طوفان اینا طوفان جهانی هست تمام دنیا را فرا گرفته بله افسیمیر نی پاتوپ این فقط یک موضع نیست یا موضع میشه دیگه همه نجات بیفته
لطفت بجید ای عجب من عاشق این هر دزی من پروردگار رو هم عاشق لطف و مهربانی تو هم عاشق قهر غضب قصه کوتاه کنعان هلاک شد در آب زن حضرت نوح علیه السلام در همین آب هلاک شده است ای اهل بیتش سه پسر موند سام حام یافیس و 4 کلنش همین زن کنعان هم ایمان آورده بود در کشتی بود خیلی مدت اخباری متفرقه اومده است که چند خل گشتن بعضی 6 ماه گفتن آب طول کشید 6 ماه در بالای آب بودن آخر الامر خدای بزرگ وقتی که دیگر در دنیا غیر همه کسایی که در همه کشتی بودن یک اون جاندار زنده نموند همه غرق شد همه هلاک شد حکم پروردگار که جاری شد امر شد و قیل یا ارض ابلعی ماءکی امر شد که ای زمین آب فرو بکش و یا سماء و اقلعی ای آسمان باریدن بس کن و غیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی آب میگه کم شد آب فرمادن گرفت بارون بس که دیگه باریدن تای کشتی نوح علیه السلام در که جودی در زمین رسید در زمین شد این که حدوده همون کنده در زمین شد ولی همین که جودی را اطرافش سخن زیاد هست بعضی هم میگن این که هست که در موصیل هست بعضی هم میگن که در این همین کردستان هست در عراق حتی بعضی عرارت هم گفته گیرن ولی در بیبلیه عرارت اومده گیرن اما که عرارت که بگیم که در عراق و ترکیه هست کو انمو به هر وجه صورت همین گیتلر همون نویف کفچه که کسافت میکفته یک ده اکسپیدیسی عربایی کرده گیره اکنه نمیدونم چقدر اصل داره این اینترنت فیکاش بسیاره میگه به هر وجه صورت همون اچیوید نه نیویرایت نه در دورای سویتی هم تری برنامه بود کو میگن که از کیهان چیزی ببینن میشه همون کفچک نه که وقتی اکسپیدیسی روی میکنن نمیوان همون میگن با کموندار شدی رمونده است این گیتلر اگه فهمیده بود است که کسی اگر نویف کفچک بیوه حکمران جهان میشوه برای همون دو اکسپیدیسی روی کرده بود است همین یوتیوب نه یک چیز شد پس دادن همین را تو هم سو میکنه بله با این چور حضرت میگه یک زوغ امر کرد گفت بپر کو ببین یکون جوی خشکی هست این زوغ خونه سوخته رفت یا جوی مردو را دید همین دیگه هم برای هم مردو داشت دیگه حضرت اینا هم فراموش کرد کشتی را فراموش کرد نه اومد دیگه بعد میگه یک کفتر را امر کرد کفتر رفت چند مدت پس میگه در دهنش یک برگی توزهی درختی زیتون اومد یک مقصد علاقه درختو پیدا شد هم بالای او یعنی خوشخبر اشاره که انشالله بفرویه میشود دیگه زمین پیدا شده دیگه برای همین کبوتر هم ببینه که عزیزی هر خاندانه کودککا قدشو بازی میکنن نه که این زوغ همه شو میبینن زوغ واری بسیار قد نکرد ای پشتی زوغ کجا میره گه کاری میگه بین مردم بسیار رویج است زوغ در یگان اپیزود و در یگان فالکلوری دنیا چیزی خوب نیست همه اجازه همین بعدش میگن فقط قصه کوتاه میگه وقتی که فرمودن همه نسل هایی که در روی زمین هستند همه اولاد نوح علیه السلام هستند ابن کثیر میگه که اصلا همه 80 نفری بودن که یگان تا همه ارث نمونده است به استثنای همین 3 فرزندی نوح علیه السلام سام پدری آدم یوروپیایی پدری عرب پدری عجم حام پدری اینای زنگی های نگرویدو حبشی ها یوفیس پدر اینای منگولویدو های همون تاریخچی رو هم ترکا قطعی مغول ارادش میکنن و کنه میفهمن ایتا نمیفهمن که اگر اصل بگیریم ترک یوروپیید میشود بعد میگن اتروک یوفیس میگن پدری ترکو های در اصل پدر اینمی قوم قبایل مغول شکل هندکیتای است که اونم اون مردم های همیو پیدا شدن زبانو را متفرقه شدن تا زمان نوح علیه السلام تمام مردم کره زمین شمارشو کم به دست آورد همین یکی از حکمتایی که عمری دراز داشتن که همین بود که مقصد آدم کم بود خدای تعالی همین عمری دراز شد دادن بود که زمین آبادان باشه
کار کنن آباد کنن فرزند بزوین فرزند زیادتر بزوین الان بعدا وقتی که شماره آدما زیاد شد عمرشون هم کم شد حکمتش در همین است و نوح علیه السلام با روایت صحیح تر است ابن کثیر از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه میگه بعدی همون طوفان باز 60 سال دیگه زندگی کرده است 60 سال اگر به همین روایت بگیریم حضرت نوح علیه السلام 1050 سال عمر دیدگی 40 سال تا بعثت پیغمبریش 950 سال زمان پیغمبری و دعوت شد 60 سال بعد طوفان و بعد هلاک شدن مردم همین روایت صحیح ترش همی است روایات خیلی زیاد اومده است امام طبری میگه که بعدی همو طوفان با 350 سال دیگه عمر دیده است اگر همو حساب را که از امام طبری آوردیم که تا بعثت 350 سال عمر دید با 950 سال دیگه دعوت کرد با 350 دیگه عمر دید اگر این را حساب کنیم 1650 سال عمر دیدگی است اگر او روایتی که میگه 480 سالگیش در پیامبری مبعوث شد او را اگر بگیریم والله اعلم 1780 سال میشود اما همین روایتی که از ابن عباس آوردیم همین را ابن کثیر ترجیح داده است که 1050 سال بود عمر حضرت 40 سال زمان تو پیغمبری شد 950 سال زمان دعوت تبلیغ شد تا طوفان 60 سال دیگه بعدی طوفان خداوند نوح علیه السلام رحمت و مغفرت کنه فردا روز قیامت در زمانی که مردم در تهلکه آفتاب پایان شده است مردم در آب عرق خچو غرقه شدیم حتی عرق میگه لجام شو زده است که دیگه دهنشون رو کده نمیتونه نزد آدم علیه السلام التجا حضرت آدم میگه که خداوند من آن کرده بود از خوردن میوه همون درخت من سرکشی کردم خوردم امروز میترسم گفت نزد نوح علیه السلام بره نزد حضرت نوح علیه السلام اومدن حضرت نوح علیه السلام گفت که این ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله خداوند بسیار غضبناک کرد همین خیلی غضب دوره که هیچ وقتی خیلی غضبناک نبود و هرگز هم خیلی دیگه غضبناک نمیشود و این قد دعوت علی قومی من دیگه خجالت میکشم بود من خداوند گفت یا نوح دعا کن من دعا کردم که ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خداوند همش نیستم ولی برام بگم که همین غمی جون همی را بخو در بین هم قوم خود مستن کو من از شهر میدارم من نزد حضرت ابراهیم بره حضرت ابراهیم نزد موسی شو فرستاد حضرت موسی نزد عیسی پسر مریم شو فرستاد حضرت عیسی علیه السلام نزد محمد صلی الله علیه و سلم حضرت وقتی که نزد حضرت اومدن که تو حبیب الله هستی انظر الى ما نحن علیه تو نگاه که ما چه حالی داریم پیش پروردگار طلب اشفع لنا ربنا پیش پروردگار طلب شفاعت کرد حضرت میگه که از جام خواهی میشم زیر عرش پروردگار میرم سر در سجده میگذارم خدا را با چنان جمله های فصیحی مدح ستایش میکنم که هیچ کس در دنیا هرگز همون ستایشش نکرده است سر در سجده حضرت خداوندی میگه که ارفع رأسک ای حبیبی من سر بردار سل تعطى و اشفع تشفع سر بردار چیزی طلب میکنی طلب که میتونم کسی را میخوایی طلب شفاعت چه من روزی من قبول میکنم امروز روزی سربلندی تای روزی سعادت تای روزی خوشبختی تای روزی افتخار مسلمان ها های که مسلمان ها از پیغمبرشون پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امتاش افتخار میکنه الله اکبر و حضرت سر برداشت گفت امتی یا ربی امتی یا ربی پروردگار و شفاعت امت به طلب دارم عجب یک نعمتی را خدا برای مدادستی را ببینه در خبر است میگه که فرد روز قیامت خداوند متعال نوح علیه السلام همراه قوم دعوت میکنه میگه به حضرت نوح مراجعت میکنه که یا نوح هل بلغت تبلیغ کردی رسالت رسولی شو میگه نعم یا ربی بله پروردگار رسولم شد
بعد با قوم مراجعت میکنه خداوند متعال که اویا همین تبلیغ تو کرد هل بلغکم میگن نه ما یکم پیغمبر رو ندیدیم ما هیچ چیزو خبر نداریم و حضرت نوح علیه السلام میگه در دعوت شاهد داری حضرت میگه دارم کیه شاهد دار میگه محمد صلی الله علیه و سلم امتی محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد میکنه همینجا حضرت حدیث گفته بعد اویه قرآن تلاوت کرد که مقصد که خدای تعالی میگه که فکیف جئنا و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا ما فردا روز قیامت بالای همه امتها و همه قوما همچه شاهد قایب میداریم که تو شهادت بر ایمان شو میدی شهادت بر صدق گپ شو میدی شهادت بر دروغ گفتن شو میدی الحمدلله رب العالمین ما مسلمانان نوح علیه السلام دوست میداریم نسبتش محبت داریم پیامبری بزرگ برنش اقرار داریم همین بزرگی اسلام و مسلمانان را در امیه تمام پیغمبران را قبول داریم تمام کتابا را قبول داریم از همین خاطر است که یگانه ملت موحد در دنیا مسلمانان هستند واقعا قصه پیغمبران را در یک لحظه و دو لحظه گفته نمی شود اگر معذرت بخواهم که صحبت شاید به درازا کشیده باشه لیکن اگر بخواهی که یک معلومات کافی بگیری مجبوری آخه گوش کنی با همین گپای هوایی و مقصد که چیزی که اصل نداره گوشمون را پر کردیم ذهنمون را پر کردیم یا جدا یک گپ میگوی گپ ناجا میگلتم از اوق مسخرت میکنن برای همین سعی کردیم که از کتاب‌های موثق همین تاریخ اندک مفصل‌تر هم کشید براتون بیان کنیم پروردگار محفل مون محفل خیر صحبت مون صحبت مؤثر گردون صحبت‌های بی تاثیر من بابای حجی را حجی خیربینا از جمعی بلا و درزنده حفظ کنم همه خیلی که برای بنده‌های طرف محفل خیر نان و طعام آماده کرده است ضیافت تشکیل کرده است فردا روز قیامت به نامش به نام اهل خاندانش به نام مهمانای مکرمش که در این محفل خیر شرکت دارند در جنت المأوا ضیافت ها تشکیل دادند پروردگار را جمیع پیغمبران خاصتا رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما راضی گرداند خداوند و غیرت همت ما بده که به دعواهای بندگی به دعواهای امتی به دعوای پیروی مذهب مستقیم باشید ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الراحمین